جانیان خون از دل ما میخوری، قد میکشی اما چه سود، طوفان بیاید قامت بیریشه ها خواهد شکست. با خون فرزند خودم در کوچه ها خواهم نوشت، دستی اگر بر ما زنید دست شما خواهد شکست. هی دار میزنید و جار میزنید و دار میزنید و حبس، اما بدانید این قفس در انتها خواهد شکست. هی خاک میکنید و خاک میشویم و خاک میخوریم به ترس که شیشه عمر شما به دست ما خواهد شکست، به دست ما. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. پیشاپیش عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که بهار امسال بهار آزادی باشه برای مردم ایران و کردستان. همونطور که مطلع هستین، خیزش انقلابی ژینا ژن ژیان آزادی وارد 6مین ماه خودش شد. در این 6 ماه ما شاهد حضور بی‌نظیر مردم ایران در صحنه‌های مختلف مبارزاتی بودیم. یکی از این صحنه‌ها که بسیار حائز اهمیت هستش، پشتیبانی ملل تحت ستم ساکن در جغرافیای ایران هستش. یکی از این ملت‌ها بلوچستان هست. در مورد انقلاب ژینا و حضور مردم بلوچستان به عنوان ملتی که سالهاست تحت ستم هستند، در برنامه زنده امروز همراه هستیم با رفیق هوشنگ نورایی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل بلوچستان و از فعالان با سابقه بلوچ. رفیق هوشنگ، سلام و درود، خیلی خوش اومدین. خیلی ازتون سپاسگزارم که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتین. سلام و درود به شما و همه بینندگان عزیز و همینطور در من هم عید نوروز رو به همه بینندگان عزیز تبریک میگم. خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. خیلی خوش اومدید. رفیق هوشنگ، ما میدونیم که از همان اوایل آغاز جنبش ژینا یا همان جنبش زن زندگی آزادی، مردم بلوچستان و زاهدان به خون از تداوم انقلاب ژینا داره. با توجه به اینکه خب مردم بلوچستان زیر فشار شدید امنیتی هستند، مخصوصا سپاه پاسداران، شما تداوم این مبارزات رو مخصوصا در جمعه های خونین چطور ارزیابی میکنید؟ والا این خب باید برگردیم یه مقدار به شرایطی که قبل از آغاز این حرکات در زاهدان وجود داشت. یعنی در خود زاهدان، اگر بزرگترین شهر سیستان و بلوچستان هست، یعنی در اون منطقه بیش و کم نیرویی هست که نیروی زحمتکش و حدود بیش از 40% مردم در اون تقریبا حاشیه نشین هستند و که سرازیر این شهر شدن، یعنی تقسیم میشن به و بلوچ و افغان و سیستانی و بیژن که همه اینها در این بحث میکنن. یعنی یه شهری است به هر حال خیلی چند فرهنگی. بلوچ ها هم در اونجا یه نیروی هستند که عملا بیش از هر جایی شاید احساس میکنن که نوعی تبعیض وجود داره، نوعی تبعیض دینی، تبعیض قومی و همه اینها مسئله است در خود این شهر. و این شهر در
همونجوری که در واقع قبل خب یه مرکز دینی هم هست، یعنی اونجا یکی از مراکز بسیار بزرگ دینی سنی هم در اونجا هست به نام نهاد مکی یا مسجد مکی که مولوی عبدالحمید که اسمشو خیلی ها شنیدن، این در واقع به عنوان رهبر به اصطلاح مکی هست، نهاد مکی هست. اینه که وقتی که این حرکات شروع شد روز جمعه خونی 8 مه، در اون روز هنوز مردم تا حدود زیادی نسبت به شرایطی که در ایران می‌گذشت آگاه بودند و بیش و کم اونجا شرایط گرم شده بود و اینه که در همون حال اعتراضاتی در واقع وجود داشت نسبت به تجاوز به یه دختر خردسال در چابهار که ما به عنوان ماهو میشناسیم. این در واقع چند روز قبل از اون هم یه تظاهراتی در چابهار شده بود و تا حدود زیادی مقامات اصلا توجه نمی کردن. حتی خود روحانیون مولوی ها هم مثل خود مولوی عبدالحمید هم زیاد می گفت که هنوز روشن نیست و این باید در واقع تحقیق بشه. یعنی اینه که با توجه به اون شرایط اون روز مردم اومدن تو خیابون و گفتن که خواهان این شدن که به اصطلاح کسانی که تجاوز کردن به ماهو و دستگیر بشن. اینه که این تظاهرات در واقع بدون اینکه برنامه‌ای از قبل باشه، بدون اینکه حتی رابطه مستقیمی با جنبش سراسری ایران داشته باشه شروع شد، ولی در واقع با توجه به خصوصیاتی که خود سیستم داشت، یعنی نیروهای امنیتی داشتن، یعنی اینکه نیروهای امنیتی بلافاصله بلادرنگ تیراندازی کردن و در واقع در ظرف چند ساعت 2 تا 3 ساعت در واقع حدود 100 نفر اونجا کشتن. یعنی اینه که این شرایط به نحوی در واقع اصلا کلا تکان دهنده بود که مردم در واقع خیلیشون عصبانی ناراحت در واقع در خیابونها و اینه که مولوی به طور ناگزیر بعد از اون مجبور شد که به نحوی طرفداری کنه از خود کسانی که در تظاهرات شرکت کرده بودن. یعنی اینه که بعد از اون این حرکت به طور منظم ادامه پیدا کرد. این حرکت خواسته های ویژه خودش را داشت، یعنی این که در واقع کسانی که به مرتکب چنین جنایتی شدن باید دستگیر و محاکمه بشن. رژیم هم عملا در واقع به دروغ متوسل میشد که اینها به اصطلاح تجزیه طلب بودن، اسلحه داشتن و حملات از جانب اونها شده. هرچند که بعداً خود رژیم، خود مقامات بالا پذیرفتن که نه، اینا همش دروغ بوده، همش اینا ساختگی بوده، همچین مسئله‌ای وجود نداشته. اینه که مردم از اون زمان این حرکت رو هر روز روزهای جمعه ادامه دادن. یعنی توجه کنین که این روز جمعه ساعات مشخص و مسیر مشخص به نحوی به این یه نوع حرکت رو به طور مشخص یه تقدس داد. یعنی اینو به صورت یه منسک در و مناسک ویژه‌ای، یعنی مردم احساس می‌کردن که در واقع این یه وظیفه است که باید اعتراض کرد. اینه که این در واقع به نحوی به این یه انرژی میداد که همه جمعه ها اونها بیان این حرکت رو فریاد بزنن و در واقع خواستهاشون رو مطرح کنن. یعنی این تداومش در واقع علاوه بر خواستها و مطالباتی که اونها میخواستن، علاوه بر اون به اصطلاح شرایط بسیار ناگواری که وجود آمده بود و به اینها در واقع ایجاد انگیزه براشون ایجاد میکرد، اون خصوصیت ویژه به اصطلاح منسک مناسک خاص هم به این اصلا کلا تداوم میداد. یعنی اینه که این حرکت به همون شکل ادامه پیدا میکرد و مردم احساس میکردن که این وظیفه ایست و باید انجامش داد و این میبینیم که این تداوم پیدا کرد و هنوز هم ادامه داره. بسیار سپاسگزارم. در حرفاتون اشاره کوتاهی داشتیم به تجزیه طلبی. میدونیم که سالهاست به قول معروف جمهوری اسلامی تفرقه بیاندازه حکومت کن، ملل مختلف در ایران رو به شیوه‌های مختلف تحت ستم قرار داده و با تفرقه اندازی بیشتر به عمر خودش افزوده. اما
چه اتفاقی روی داده که در خیزش انقلابی کنونی مردم ایران و کردستان که در طول 44 سال گذشته مدام به تجزیه طلبی متهم شدن، الان اینطور با هم متحد هستن و این اتحاد و همسویی هم به سراسر ایران کشیده شده و مردم ایران از مردم بلوچستان و کردستان و حتی سایر ملل مختلف هم اینطور حمایت میکنن و یک پارچگی عجیبی میشه گفت بین تمام مردم ایران وجود داره. چه اتفاقی افتاده در این انقلاب؟ والا اینه که به نظر من انقلاب به هر حال خودش یک نیرویی رو در واقع آزاد میکنه، یه نوع اتحادی رو ایجاد میکنه، یه نوع همبستگی رو به وجود میاره و اینه که به نظرم خب این انقلاب در واقع از همون زمانی که مردم در ساحدان در واقع شروع به حرکت کردن بلافاصله متوجه شدن که در جای دیگه هم در سراسر ایران در کردستان جنبشی به نام زن زندگی آزادی هست. به همون زمان در واقع متوجه این بودن که یک جنبش مهسا هست. اینه که این بلافاصله در واقع اتصال پیدا کرد با کل حرکت در سراسر ایران. یعنی اینه که در واقع از دو طرف در واقع اینها در واقع به هم انرژی میدادن. یعنی ظاهرا خب منطقه دور افتاده بود، منطقه‌ای بود که سالهای سال با آن که نارضایتی بسیار وحشتناک بود ولی نارضایتی عملاً به اینجا نکشیده بود که مردم در واقع هنوز تو خیابون بریزن و چنین حرکتی رو اصلا در واقع شروع بکنن. یعنی چنین تجربه ویژه‌ای هم در استان سیستان و بلوچستان وجود نداشت به نحوی که مردم بیان در خیابان و در خیابان حرکت کنن و در واقع همبستگی رو اعلام بکنن با کل مردم ایران. یعنی اینه که این مردم به هر حال متوجه یک چیز شدن، متوجه این شدن که این نارضایتی تنها مخصوص بلوچستان نیست، بلکه این در واقع یک نارضایتی است که در کردستان هست، نارضایتی هست که در سراسر ایران هست و اینه که بلافاصله متوجه شدن که همه ایران داره ازشون حمایت میکنه. اینه که این همبستگی بلافاصله ایجاد شد. یعنی این مردم در واقع متوجه شدن که اون به اصطلاح افرادی که رژیم از قبل در واقع روشون سرمایه گذاری کرده بود در خود منطقه، چون در واقع رژیم ها نه تنها جمهوری اسلامی بلکه قبل از اون در منطقه بلوچستان در واقع یک سیستم ویژه‌ای رو ایجاد کرده بودن. اون سیستم امنیتی که ایجاد کرده بودن این سیستم امنیتی ویژه بود، به این معنی که در واقع احساس می‌کردن برای کاهش هزینه‌هایی که در اون منطقه در واقع مصرف کنن اینه که یک سیستم امنیتی وجود بیارن و یک سری دلالا یا واسطه هایی رو که همون سردارها و سرطایفه ها و بعداً البته بعضی از مولوی ها هم بهش اضافه شدن، اینه که اینها در واقع اون نقطه اتصالایی باشن با خود رژیم، از طریق اونها منابع تنظیم که به اصطلاح توزیع میشد، اونها اطلاعات به رژیم در واقع میدادن. این بود که این در واقع خود مردم رو درگیر نمیکرد. یعنی مردم در واقع همش از خود بیگانه بودن، این در واقع افراد با رژیم مرتبط بودن. اینه که این انقلاب به اومد تمام این پایه های رژیم رو در واقع سوزوند. یعنی این سرطایفه هایی که رژیم خودش وجود آورده بود و در واقع روش رو سرمایه گذاری کرده بود، اینها نقطه اتکای امنیتی محلی بودن، اینها در واقع فروپاشی اینها عملا در واقع رژیم رو در یک موقعیت بسیار دشواری قرار داد. یعنی این چیزای به اصطلاح که تجزیه طلبن، البته تجزیه طلب نبود تنها، تجزیه طلبی رو همراه کرده بودن با سلفی و وهابیسم و در واقع منطقه قاچاق و دزد و همه اینها در واقع مفاهیمی بود که به کار رفته بود. یعنی به صورت کلیشه اونها در واقع اینها رو استفاده کردن. اون مأمور نظامی شاید در واقع آدم بی سوادی بود ولی در واقع اصلا کلا از مغزش در واقع انباشته شده بود با اینکه این ما با یه مشت در واقع آدم بی سواد و یه مشت آدم دزد و راهزن در طرفیم. یعنی اینه که در واقع عملا کشتن این آدم ها به مثابه یه شی مطرح بود، مثابه آدم هایی که در مثابه آدم نبودن که در واقع متوجه بهشون تیر میانداختن. یعنی همون تیرایی که انداختن در مسجد هم انداختن، خب که مسجد که در واقع اسلحه نداشت که، یعنی همون اسلحه‌ای که به کار گرفتن با تیر به اصطلاح گلوله جنگی به کار گرفتن و جایی که خب در واقع
به کار گرفتن گلوله جنگی و در واقع تیراندازی در منطقه‌ای که اصلا مسئله در واقع سلاح نبود، مسئله در واقع شورش نبود، همه اینها به مردم نشون داد به نحوی که در واقع رژیم در واقع اساساً در واقع دشمنی داره با این مردمی که در واقع اصلا به عنوان مردم به حسابشون نمیاره. یعنی اینه که این مسئله‌ای که به وجود اومد به نظر من مردم در واقع به آگاه شدن که با چه رژیمی طرفن و این مسئله‌ای بود که در واقع به نظر من این مردم رو نزدیک کرد و کل مردم در ایران و کردستان و همین شعارهایی هم که میدن اساساً بر این به این سوی هست که در واقع اونها انتظار دارن که ایران ازشون حمایت کنه، کل ایران، کردستان یا همه جای دیگه، و اینه که اونها حرکتی که میکنن برای کل ایرانه. متشکرم. رفیق هوشنگ، ما در خیزش انقلابی ژینا شاهد حضور زنان بلوچستان بودیم. البته تا چندین جمعه هم زنان حضور نداشتن، اما خوشبختانه ما دیدیم که زنان هم با شعارهای بسیار رادیکال، از اینکه یکی از این شعارها که بسیار جالب بود این بود که فکر نکنید که اگر جوانای ما رو اعدام کنید ما به عقب خواهیم نشست، نه، این بار نوبت شماست. این شعار بسیار جالبی بود که پلاکاردش به دست زنان بلوچستان بود. خب با توجه به اینکه میشه گفت فرهنگ بلوچستان و مردم بلوچستان یه فرهنگ مرد سالار مذهبی و مولوی های مختلفی در اونجا حضور دارن از اهل سنت و سنت های ارتجاعی میشه گفت بسیار در بلوچستان هست و زنان بلوچستان متاسفانه حتی نسبت به سایر زنان ملل مختلف ستم‌های مضاعفتری رو تحمل کردن و ما در طول 44 سال گذشته اینو شاهد بودیم. اما خوشبختانه در این انقلاب شاهد حضور این زنان بودیم با شعارهای رادیکالشون. نظرتون در این مورد چیه؟ چی شد که زنان بلوچستان اینطور شجاعانه به خیابون اومدن و خواهان سرنگونی رژیم شدن؟ خیلی ممنون. باید توجه کرد که زنان در بلوچستان هم در حدود زیادی تغییر کرده بودن، یعنی قبل از اون هم تغییر کرده بودن. یعنی این نمود این که زنان در واقع متوجه ظاهر نمی شدن یا اصلا کلا ما نمی دیدیم که حرکتی باشه، یعنی اینها به نظر من در سطح میشکم. یعنی اینه که خود زنان اونجا حدود 44% زنان در واقع بدان که بس از مجموع دانشجویانی که به دانشگاه راه یافته بودن و این قبلا تعدادشون نزدیک به 100,000 میرسید، ولی سالهای اخیر خب کاهش پیدا کرده بود، به حدود بیش از 50,000 نفر رسیده بود. 44% دانشجوها زن بودن در اونجا. یعنی در واقع علاوه بر اون زنانی که از بلوچستان رفته بودن به دانشگاه‌های دیگه، یعنی اینه که زنان در واقع از نظر میزان به همون میزانی بودن که در جاهای دیگه بود تقریبا. یعنی متوسط دانشجویان زن سالهای اخیر به حدود 46% رسیده بود، ولی در بلوچستان 44% بود. در کردستان هم فکر کنم همین حدود 44% بود. یعنی اینه که این رقم بسیار بالایی. یعنی دانشجویانی که میرفتن دانشگاه تحصیل میکردن و حدود زیادی به خودشون اتکا به نفس داشتن. یعنی اینه که در واقع توقع داشتن. این مسئله توقع خیلی مسئله جدی است. یعنی شما زمانی که در واقع متوجه احساس میکنید که محرومید، احساس میکنید که توقعاتی رو داری که به اون توقعات نمیرسید، خواه ناخواه یه نوع در واقع شورش در درونتون ایجاد میشه. یعنی اینه که این زنان در واقع در چنین موقعیتی قرار داشتن. خیلی جاها در واقع خب فعال بودن، یعنی بعضیشون واقعا متوجه در شوراها شرکت میکردن، در واقع میرفتن برای چیه نمایندگی. اونهایی که هم اتفاقا نمیرفتن و در واقع جذب یه سری از مدارس دینی میشدن، اونجا هم در واقع اصلا سوال براشون ایجاد میشد که
چرا در واقع زنی که قبلا حتی تو مدارس نمیرفت حالا تو مدرسه دینی هم میره؟ یعنی اینه که یه سری سوالات بسیار جدی مطرح بود در بین کل زنان در خود بلوچستان. یعنی اینه که زنان در واقع بخشی از اونها در واقع شروع کرده بودن به ساختن یه سری به اصطلاح تجاری از طریق استفاده از کامپیوتر. خیلی ها از اونها در واقع سعی می‌کردن مسافرت کنن، بسیاری از اونها در واقع سعی می‌کردن خودشون شوهرشون رو پیدا کنن، خیلی از اونها سعی می‌کردن شهرهای دیگه برن و اونجا درس تحصیل بکنن. یعنی اینه که در درون زنان تحولات بسیار وسیعی وجود اومده بود. ولی اون چیزی که در حال حاضر ما می‌بینیم و بعد از انقلاب به اصطلاح جنبش زن زندگی آزادی وجود اومد، اینی که همون زنانی رو که به دنبال فرصت بودن تا حدود زیادی به میدان آورد. اون زنانی هم که در واقع بعد از 3-4 هفته در زاهدان شروع به تظاهرات کردن، این علیرغم نهاد به اصطلاح دینی مکی که در واقع این زنان تا حدودی وابسته بودن، یعنی علیرغم اونها با توجه به فشاری که وارد شد بر مسجد و مکی، اینه که اونها در واقع سکوت کردن. یعنی گفتن که این زنها در واقع حالا که میخوان برن تظاهرات کنن اشکالی نداره. یعنی اینه که موانع وجود داشت ولی در واقع اونها در واقع حرکت کردن. یعنی اینه که بعد از اون زنها شعارنویسی میکنن، زنها در واقع محفلای اینجا اونجا محفلای به اصطلاح غیر رسمی دارن، یعنی خودشون در واقع اصلا کلا تبادل نظر میکنن، این شعارها رو در واقع تکرار میکنن. یعنی اینه که به اصطلاح یک جنبش میشه گفت خیلی در واقع امیدوار کننده در میان زنان در خود بلوچستان ایجاد شده. یعنی اینه که اونها یه نیرویی که به نظر من در آینده شاید بزرگترین نیرویی باشن که در واقع خود نیروهای محافظه‌کار و نیروهای به اصطلاح خود سیستم رو به نحوی در واقع به چالش میکشن. یعنی اینه که من در واقع از این جهت فکر میکنم بسیار امیدوار کننده است. بله، بسیار سپاسگزارم رفیق هوشنگ. اگر شما اجازه بدید از دوستان من خواهش میکنم که یک کلیپ پخش کنن و خیلی زود برمیگردیم. خواهش میکنم.
جانم فدای خاک ایران، از زاهدان تا تهران پیوسته ایران. بیا به ما ملحق شو با رمز جینا، که خستگی نداره این نسل بیدار. از خون جوانان ما لاله دمیده، تو کل کوچه های شهر خون شهیده. فریاد آزادی زدن جوابش تیره، الان به پاخیز که فردا خیلی دیره. همه با یک صدا برای آزادی، دست تو دست هم برای آبادی. با مش فریاد بزن برای حق زن، ظلم فساد ستم حق تو فریاد بزن. نمون زیر ستم، همراه شو هموطن. ما باید بسازیم این سرنوشت و با هم، که مش نمیدهد بهار از خانه ها درآیید. تو پاییز و زمستون برای راه آزادی. Weil der Mensch ein Mensch ist, braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn kein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum liest ein Platzgenosse ist, Einigkeit in die Arbeit, Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Kleider und Schuhe. Es macht ihn kein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum liest weiter, der Platzgenosse ist. Einigkeit in die Arbeit, Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum liest weiter, wo der Platzgenosse ist. Einigkeit in die Arbeit, Einheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum liest weiter, wo der Platzgenosse ist. برای من، برای تو، برای همراهی، برای زن، برای مرد، برای آزادی به قامت انسان، میان هر میدان، به یاد هر مهسا، به فتح هر زندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. زن، زندگی آزادی، زن، زندگی آزادی. برای نان، برای کار، برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افکاری، به داغ هر مادر، به اشک هر خواهر، به پینه دستان، به خشم پر. درودی دوباره بینندگان عزیز، در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق هوشنگ نورایی، جامعه شناس
و تحلیلگر مسائل بلوچستان و از فعالان سیاسی با سابقه بلوچ. رفیق هوشنگ، صدای من رو داری؟ بله بفرمایید. یه اشکالی پیدا کرده است. بله بینندگان عزیز، همونطور که مطلع هستین، بله رفیق هوشنگ برگشتن. رفیق هوشنگ سلامی دوباره، خیلی خوش اومدید. اگر مایل باشید به ادامه گفتگومون بپردازیم. خیلی ممنونم. رفیق هوشنگ، شما در هفته گذشته مقاله رو نوشتین در مورد اتفاقات و مسائل سیاسی اجتماعی در بلوچستان. در پایان تقریبا میشه گفت این مقاله اشاره کردیم به اینکه مولوی عبدالحمید زیر فشارهای مضاعفی هستش و اگر عقب نشینی بکنن نیروهای موجود در جنبش بلوچستان تجزیه میشن. به چند مورد هم اشاره کرده بودین. میخوام ازتون بپرسم که اولا این موارد رو ذکر کنیم و دوما اینکه ما چه کار باید بکنیم، فعالان سیاسی حتی در سایر نقاط ایران چه کار باید بکنن که نیروهای همسوی انقلاب زن زندگی آزادی بتونن خودشون رو تقویت کنن و هرچه بیشتر همسو و همراه مردم ایران باشن و اینطور که شما اشاره کردین تجزیه نشن؟ بله، در خب زاهدان یه سری اتفاقات خب داره میفته به نحوی از اونجایی که جنبش تا حدود زیادی در خود ایران، تا حدودی نمیشه گفت خیلی زیاد، ولی در واقع یه سری افت کرده و اینه که این در خود زاهدان در واقع فشارها بسیار گسترش پیدا کرده. یعنی فشارها از جوانب مختلف میاد. یه سری فشارها از طرف خانواده ها میاد با توجه به دستگیری های بسیار گسترده که اونجا میشه و یک سری به اصطلاح فشارها از جانب به ویژه سرطایفه ها میاد. اون سرطایفه هایی که تا حدود زیادی فرو ریخته بودن در واقع اصلا کلا حذف شده بودن. یعنی اینه که سپاه در مجددا در صدد به اصطلاح بازسازی اینها اومد و در واقع میگه که خب شما که در واقع زندان خیلی زندانی هست، شما در واقع اینها رو میتونید آزاد کنید، ولی شما در واقع برید به سمت به اصطلاح خوابوندن خود این تظاهرات و به سمت به اصطلاح متوقف کردن بعضی از این سخنانی که مولوی میزنه و یا مثلا کسان دیگه در این به اصطلاح در واقع با در تظاهرات شعارهایی که میدن اینها باید متوقف بشه. اینه که این فشارها از جوانب متفاوت در واقع مطرح شده و خود مولوی هم که در واقع فرد محافظه‌کاری، یعنی اینه که قبلا هم به این شکل به نحوی به این خود سرطایفه ها هم گفته که خب من در واقع در موقعیتی نیستم که برم مصاحبه بکنم، برم به اصطلاح رسما و در مستقیما با اونها چه کنم مذاکره کنم، ولی شما در واقع آزادید برید مذاکره کنید. اینه که این مذاکرات به نحوی در پشت پرده مدت هاست ادامه پیدا کرده و اینه که اینها در واقع یه سری آدم ها رو آزاد میکنن، بعدن هم که آزاد میکنن میگن ببینید شما همین سرطایفه ها که شما رو آزاد کردن و اینه که اینها در واقع بوستمان یعنی نیروی فشار بر علیه مولوی هم عمل میکنن، بر علیه در واقع خود تظاهرات و اعتراضات هم عمل میکنن و اینه که این به سمتی بیش و کم رفته که خب در هفته گذشته یه نوع برخورد به اصطلاح خیلی فیزیکی ایجاد شده بود بین بعضی از این انتظامات خود مکی که کارناخواه در واقع ارتباط دارن با خود مولوی و در واقع بعضی از این به اصطلاح تظاهر کنندگان و اینه که این شیوه به اصطلاح عمل تا حدود زیادی امکانش هست که ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا کردن این به نحوی ممکنه در واقع به جایی منجر بشه که موجب سرکوبی‌های خیلی شدیدی بشه. یعنی از اونجایی که اگر مولوی در واقع بگه که من دیگه کاری با اونهایی که در واقع خارج از مسجد میرن و شعار میدن ندارم، دیگه این خود به خود در واقع به نحوی یه جواز صادر میکنه به خود نیروهای امنیتی که اینها رو سرکوب کنن. یعنی اینه که این امکانش هست، حتی البته خب نمیدونیم کی، ولی این امکانش هست. اگر این در واقع بره به اون سمت و از قبل هم دیدیم که یه نوع در واقع
چه هست یه نوع به اصطلاح تناقض بین نیروهایی که در واقع به طرفداری مولوی میرن و نیروهایی که در واقع از اون حمایت نمیکنن. یعنی اینه که مولوی مدت هاست میگه که شعارهایی رو که به اصطلاح مرگ باشون هست، لعنت بهشون هست و در واقع اینها رو ندید، این در فرهنگ ما نیست، اینو در واقع اینها رو ندید، شعارهای مطالباتی بدید، ولی در واقع هیچ که گوش نمیکنه. یعنی حتی در واقع زمانی که مطرح کرد که شما به یکی حتما گوش کنید، اون هم مردم رفتن گوش نکردن. یعنی اینه که در واقع یه نوع به اصطلاح تضاد در درون خود اون جنبش هست. یعنی اینه اونهایی که از مولوی پیروی میکنن، اونهایی که محافظه کارن و اونهایی که در واقع میخوان در واقع این جنبش به هر حال حرکت بکنه، انرژی خودشو در واقع حفظ کنه برای اینکه متوجه بر علیه رژیم در واقع شعار بدن. و اینه که این به نظرم داره ادامه پیدا میکنه، ولی این امکانش هست که هر زمان در واقع به نقطه‌ای بکشه که مولوی بگه من در واقع کسی رو که خارج از مسجد و در واقع جاهایی در این مسیر شعار میده دیگه با من نیست. یعنی این هم نیروی انتظامی شو در واقع ممکنه بگه که نیروهای انتظاماتی خود مکی هم اونا رو نگذارن و نیروهای به اصطلاح سپاه اینها هم با توجه به ارتباطی که با خود سرطایف ها دارن اینه که اینها را بخوابونن. یعنی اینه که اگر چون این شرایطی وجود بیاد، خود به خود این جنبش به هر حال چندین در واقع دسته تقسیم میشه. اونهایی که میرن به سمت مسجد، اونهایی هم که در واقع به اصطلاح مترقیان و یا در واقع برنامه‌هایی از قبل دارن، احتمالاً میرن سمت محله ها و از جای دیگه حرکاتشون شروع میکنن و اونهایی هم که در واقع از قبل در واقع چیای افراطی ان به نحو دیگه احتمالاً در واقع خودشون سازمان میدن، مثلا چیای طالبانی هست و اونجا نیروهایی هم از قبل بودن مثل جیش عدل، مثل فرقان، اینها در واقع احتمالاً در اونجا هستن که بتونن در واقع نیرو جذب کنن. بله، شما فکر میکنید هدف اصلی مولوی عبدالحمید چیه؟ آیا واقعا خواهان دموکراسی در ایران هستش، خواهان یک حکومت سکولار هستش، یا اینکه آیا واقعا اصلا با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید در طول این 6 ماه مدام سخنرانی‌های مختلفی داشته اما اونطور که باید و شاید از جایگاه واقعی زنان صحبت نکرده، هدفش از این که میخواد نه تنها رهبری مردم بلوچستان بلکه رهبری به عنوان خودش رو یه رهبر سراسری داره معرفی میکنه، هدفش از این چیه و آیا مردم بیش از این به مولوی عبدالحمید میتونن اعتماد کنن یا نه؟ با توجه به اینکه شما گفتین که احتمال داره که بگه من دیگه کاری به این خیزش ها، به این اعتراضات ندارم و میخواد که این اعتراضات رو به یه نوعی متوقف کنه و صرفاً به شعار آزادی زندانیان سیاسی تقلیل بده. بله، مولوی خب در موقعیتشو بیش و کم در واقع در گرفت. به اصطلاح اینه که مولوی خب با صورت یک به اصطلاح شخصیت اپوزیسیونی در زمان در واقع در دوران خود جمهوری اسلامی بیش و کم ظاهر شد، خودشو به عنوان یک اپوزیسیون از زاویه به اصطلاح سنی و در واقع اینها مطرح میکرد و اینه که با اصلاح طلبان نزدیک شد. بعداً هرچند در واقع در موارد زیادی در واقع نوسان داشت، از ابراهیم که رئیسی دفاع کرد، از طالبان هم دفاع کرد، ولی اغلب موارد بود که در واقع مثلا از موسوی همون دفاع کرد، از کروبی دفاع کرد. یعنی اینه که در به اصطلاح سیاست خیلی روشنی نداشت، ولی در مجموع خودش رو همیشه در واقع در موقعیت اپوزیسیون قرار میداد. این موقعیت اپوزیسیونی خود مولوی بود که چون این جایگاهی در این شرایط بهش داد. ولی این که مولوی، واقعیت اینه که مولوی هرگز در واقع اسم مهسا رو نبود، هرگز هیچ موقع صحبت از جنبش زن، زندگی، آزادی یا این که اصلا این شعار رو طرح کنه به هیچ وجه طرح نکرده، تا حالا هم طرح نکرده. یعنی اینه که مولوی در واقع همیشه میگه که زنان باید محترم باشن، زنان باید آزاد باشن، زنان باید در واقع موقعیت داشته باشن، زنان. اینا خب چیزای کلی است.
یعنی اینه که در واقع وقتی برسیم که متوجه آیا اون توان به اصطلاح چیه تصمیم گیری به اصطلاح در موقعیت تصمیم گیری باشن که بتونن در واقع موقعیت خودشون رو تعیین بکنن، بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، اینه که دیگه تا اونجا اصلا نمیره. یعنی اینه که مولوی در واقع حتی اون حرکات زنانه ای هم که وجود داشت در خود زاهدان با اکراه پذیرفته بود، با اکراه، یعنی اصلا کلا نخواسته بود اصلا تایید بکنه. یعنی اینه که حرکات به اصطلاح و در رابطه با سکولاریسم هم مولوی در واقع خب حرفای زیادی میزنه که گاه در واقع ممکنه اینجوری تعبیر بشه که مولوی دیگه اصلا کلا ما کاری به سیاست نداریم یا حکومت نداریم یا اصلا کلا دین نباید دخالت بکنه، ولی در مواردی میبینید که مثلا میگه ما در واقع اگر به اسلام سیاسی رو نمیخوایم، ما به اصطلاح سیاست اسلامی میخوایم. و بعدا هم میگه سیاست اسلامی معنیش اینه که در واقع مو به مو شریعت اونجا اجرا بشه. بعدا هم در واقع خب اونجا یه مقداری به خاطر اینکه تحت فشار مطرح میکنه که آها مثلا منظور من شریعت همون چیزی است که حقوق بشر میخواد. بعدا هم در واقع زمانی که مطرح میکنه که حقوق بشر چیه، میگه قصاص باید بشه مثلا بعضی از چیز. خب اینه که یه سری در واقع تضاد و تناقض‌گویی هست که در واقع شما نمیدونید که واقعا مولوی چی میخواد. یعنی مثلا بالفرض سکولاریسم رو مطرح میکنه، گاه میگه مثلا لایک و نمیدونم اونهایی که در واقع دین ندارن همه اینها آزاد باشن. خب بعدا هم مطرح میشه که خب آزاد باشن به تحت در کدوم چارچوب؟ خب ممکنه اون بگه که در چارچوب اسلامی ما میگیم که آزادی شما دارید، ولی در واقع باید با اون قوانین اسلامی باید عمل کنید. یعنی اینه که به نظر میرسه که خب این مشکلی است که در واقع به اصطلاح خیلی از افراد که در واقع شناخته از مولوی ندارن ممکنه در واقع تعبیر کنن که اون در واقع کاملا خواهان دموکراسی است یا کاملا خواهان چیه سکولاریسم و در واقع از زنان هم دفاع میکنه. ولی یه مقداری در واقع آدم بخواد بشکافه متوجه میشه که کلی تناقض‌جویی هست در اینها. یعنی اینه که مولوی در هر حال یه نیروی محافظه‌کار هست و در واقع نمیخواد در واقع متوجه مسئله زنان طرح بشه، نمیخواد سکولاریسم طرح بشه و نمیخواد در واقع دموکراسی با اون مفهومی که در واقع یه نیروی مترقی میخواد در بشه. بر این اساسه که در واقع خب مولوی در این شرایط ممکنه در واقع خودش بشکنه، یعنی با توجه به این موضعی که میخواد بگیره و یا اینکه اصلا کلا با توجه به حمایتی که از موسوی کرده ممکنه در اون جهت حرکت کنه. ما هنوز واقعا نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی برای نیروهایی که اونجا هستن و در واقع هنوز به مسجد میرن، یعنی هنوز در واقع احساس میکنن که مولوی شاید یه نیروی رهایی بخش باشه، به نظر من باید متوجه باشن که در واقع مولوی ظرفیت ویژه‌ای رو خاصی رو داره، ظرفیت یه محافظه‌کار داره، ظرفیت اون در واقع یه نیرویی که در واقع به اصطلاح نهادهای بسیار بزرگی رو در بلوچستان کنترل میکنه، نهادهای مدارس بسیار وسیعی، در واقع مساجد بسیار زیادی. اینه که اون در واقع منافع ویژه‌ای داره اصلا در کنترل اینها و این منافع در واقع به اون اجازه نمیده که در واقع آزادی رو در واقع بخواد که در واقع این به اصطلاح کوچی مذهبی رو کنترل اونو بر مذهب، کنترل اونو بر این نهادها تضعیف کنه. صحبت‌های قبلیتون اشاره کردیم به آمار زنان تحصیل کرده در بلوچستان که بالا هستش و اینکه خب جوانان مبارز و انقلابی در بلوچستان هستن که به اسلام سیاسی و حتی به اداره سیاسی هم چندان باوری ندارن و میشه گفت نیروهای انقلابی هستن. چطور ما میتونیم و یا چطور باید این نیروها تقویت بشن تا خطری از جمله خطر عقب نشینی مولوی عبدالحمید و تجزیه این جنبش روی نده؟ والا در بلوچستان به هر حال نیروهایی که به تلاش میکنن این حرکات رو به نحوی کن بکنن یا در واقع اصلا بقابونن، خب نیروهای بسیار متفاوتی هستند. یکی مثلا اون نیروهایی هستند که خب خود رژیم در واقع سپاه، اطلاعات به اضافه اون سرطایفه ها
سرطایفه هایی که همیشه در واقع وابسته بودن به خود دستگاه و در واقع از امکانات وسیع استفاده کردن و هنوز هم استفاده میکنن الان در حال بازسازی هم. این نیروها در واقع خطرناکترین نیرویی که اونجا در واقع احتمالا ظاهر بشن، برای اینکه میتونن سرکوب بکنن، میتونن در واقع متعهد شناسایی بکنن، میتونن در واقع با اون امکاناتی که دارن تا حدود زیادی در واقع متوجه مردم و در واقع از این تظاهرات در واقع بکشن بیرون. و این یکی اون نیروهای دیگه ای که در واقع وجود داره، نیروهایی که از چیای اسلامی افراطی در واقع به اصطلاح چی میکنن، یعنی پیروی میکنن. یعنی اینه که این نیروها در واقع به احتمال زیاد در واقع به سمت یک سری چیای طالبانی میرن که وجود داشتن قبلا، و اینه که اینها در واقع سرخورده بشن و برن به سمت اون که در واقع متوجه بر علیه رژیم به نحوی چی کنن، یعنی بجنگن. و این نیرویی که در واقع احیانا از خود طالبان افغانستان نباشه، اون طالبان پاکستانی باشه، به دلیل اینکه اونها هم در جنگن، اینها هم در جنگن. مثلا بعد از اون نیروهای محافظه‌کاری هستن که تحت چیای ناسیونالیسم قومی در واقع مطرحن که تلاش میکنن در واقع بین جنبشی که در بلوچستان هست و جنبشی که در سراسر ایران هست این رابطه ایجاد نشه. یعنی این تمایل وجود داشته، ولی با توجه به اون نیرومندی که خود جنبش در بلوچستان و ارتباطش با ایران وجود داشت، این تا حدود زیادی کند شده بود یا اونها خاموش بودن. ولی تصور میکنم که اگر چنین وضعی پیش بیاد، به احتمال زیاد اونها تلاش میکنن، یعنی همونجور که قبلا گفته بودن که ایران به ما چه داد یا جاهای دیگه به ما چه داد، یعنی اینه که به نظر میرسه که اون نیروها دارن خودشون رو به اون سمت در واقع میکشن. و در واقع نیروی دیگه ای که هست به نظر من همون نیروهای محافظه‌کاری هستند که خود مولوی باشه، که اینها در واقع احیانا میگن که ما به نحوی در واقع این جنبش رو بخوابونیم و در واقع بریم کار زندگی خودمون داشته باشیم. یعنی اینه که اینها هستن. ولی نیروهای دیگه ای هستن که متوجه زنان به ویژه نیروهای رادیکالی هستند و زنان نیرویی هستند که در واقع به احتمال زیاد یکی از مهمترین نیروهایی خواهند بود که به نظرم در واقع به چالش میکشن این روابط و مناسبات و یعنی در واقع اون نیرویی هستند که میخوان تغییر اجتماعی واقعا ایجاد بکنن. و مثلا نیروهای دیگه نیروهای مترقی هستند که در واقع سازمان یافته نیستن ولی وجود دارن و در واقع به نظرم اینه که اینها در واقع احیانا به نحوی بخوان برن به سوی در واقع سازماندهی خودشون، برن به سمت این که متوجه رادیکالیزه کنن جنبشو به تا جایی که براشون امکان پذیره، ولی خب در واقع سازمان یافته نیستن به نظرم در حال حاضر. بله، فکر میکنید کدام یک بیشترین خطر رو برای جنبش بلوچستان دارن؟ این نیروهایی که اسمشون رو بردین، طایفه‌های مختلف، نیروهایی که دیدگاه طالبانی دارن، نیروهای تجزیه طلب و کسایی که موافق مولوی عبدالحمید هستن، یا حتی زنان مترقی و جنبش مترقی بلوچستان، کدام یک شانس اینو دارن که بتونن تأثیر بذارن بر جنبش بلوچستان؟ والا فعلا که در واقع خب به نظر من خیلی دشواره که آدم، ولی خب در واقع خب به هر حال اگر واقعا بخوان تغییر، یعنی اگر یه انقلابی به اصطلاح جنبش مترقی در واقع به دنبال تغییره، خب طبیعی است که اون نیرویی که در واقع به دنبال تغییره به نظرم در حال حاضر به هر حال زنانن و اون نیروهای مترقی هستند، چون اونهایی که در واقع میخوان تغییر ایجاد بکنن. نیروهای دیگه در واقع به دنبال تغییر نیستن، یعنی اون نیرویی که در واقع حتی ما به عنوان به اصطلاح ناسیونالیسم قومی که در واقع تلاش میکنه که فاصله بیاندازه بین جنبش در ایران و جنبش در خود بلوچستان، اون به دنبال تغییر نیست، به دنبال یک به اصطلاح قدرت که این قدرت یا تقسیم بشه در همون جای، یا قدرتی است که خودش در واقع به دست بیاره چیه مستقل. یعنی اینه که در واقع اون نیروهای دیگه به نظر من اصلا به دنبال تغییر نیستن و در واقع اینه که من تصورم اینه که جنبش هایی که بخوان به دنبال تغییر باشن خب باید ترقی‌خواه باشن. جنبشی که میخواد به اصطلاح به دنبال تغییر باشه روابط رو در واقع زیر سوال ببره. و مسئله زنان خب به نظر من اون نیرویی هم که به هر حال یک سری همون جور که زنند، همون جوری که حرکت میکنن، همون جوری که اظهار وجود میکنن، به نظر من این سری روابط خود به خود زیر سوال میبرن. یعنی اینه که این روابط در بلوچستان
کردستان جایی که در واقع این روابط بسیار قدرتمنده، به نظرم زنان نیرویی هستند که در واقع متوجه نقش بسیار اساسی بازی میکنن در اینکه این نیروهای محافظه‌کار و این نیروهایی که خواهان تغییر نیستن تا حدود زیادی به عقب بنشونن. یعنی به نظر من این امید هست که در واقع اونها بتونن این به اصطلاح نیرو رو تشکیل بدن و بتونن در واقع عمل کنن با نیروهای مترقی دیگه و این اساسی است که این نیروها به هر حال رابطه ایجاد کنن با کردستان، رابطه ایجاد کنن با ایران، در واقع تا بتونن در واقع خودشون رو تقویت بکنن، بتونن در واقع تجربه کسب کنن، بتونن به اصطلاح تجربه منتقل کنن بین هم دیگه. یعنی اینه که این ضرورتی است که به نظرم هست در حال حاضر. امیدوارم همینطور باشه. رفیق هوشنگ، به عنوان کسی که سال هاست دارین مبارزه میکنین و ما خوشبختانه در چند ماه گذشته و در این خیزش شاهد اتحاد ملل مختلف بودیم و شاهد رشد جنبش انقلابی و مترقی در بلوچستان بودیم و با توجه به اینکه مخاطبان ما بیشتر در کردستان هستن و حتی در سراسر ایران، شما چه پیامی برای مردم ایران دارین؟ چه پیامی برای مردم کردستان دارین در همسوی هرچه بیشتر با همدیگه و با سایر ملل در ایران؟ من پیام ولی من که در واقع موقعیتی نیستم که پیام بدم، ولی در واقع من فکر میکنم که در واقع ایجاد تشکیلات در تمام سطوح ممکن، از تشکلات سیاسی گرفته تشکلات مدنی مستقل که بتونن در واقع عضوگیری کنن، بتونن روی پایشون بیستن، بتونن در واقع برای فردا، چون زمانی که در واقع ممکنه سیاست هم در واقع نباشه، زمانی که چون این جنبش به اصطلاح انقلابی نباشه که همه رو در وارد سیاست بکنه، اونها میتونن در واقع روی پای خودشون بیستن و این اساسی است که به نظرم اونها بتونن ارتباط ایجاد کنن با هم دیگه. هرچند که دشواره، یعنی اینه که اگر در بلوچستان یه جنبش وجود داره، یه تشکل وجود داره، یه تشکل ایجاد میشه، به هر حال باید در واقع بتونه ارتباط ایجاد کنه با تشکل‌های دیگه در ایران، با تشکل‌های دیگه در کردستان، با خوزستان و با جاهای دیگه. یعنی اینه که به نظر من اون ایجاد رابطه اساسی است و اعتماد کنن تا حدود زیادی به اون نیروهایی که خواهان تغییرن. یعنی اونهایی که خواهان تغییرن میتونن در واقع به اونها کمک کنن. اونهایی که خواهان تغییر نیستن به نظر من در واقع تلاش میکنن در واقع اونها رو به نحوی با وضعیت موجود سازگار کنن، یعنی میخوان در واقع در همون ادامه به اصطلاح همون چیزی باشه که قبلا وجود داشته. از این نقطه نظر من تصورم اینه که بیش از هر چیزی در واقع به هم دیگه کمک کنن. بلوچستان به طور ویژه نیاز به کمک از همه جا داره و در همون جوری که اونها هم در واقع باید به دنبال این باشن به همه جا ایران کمک کنن. یعنی اینه که این کمک متقابل و در واقع دیالوگ متقابل و در واقع اصلا درک هم دیگه به نظر من بسیار اساسی است. بسیار سپاسگزارم و متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتیم و دعوت ما رو قبول کردیم. خیلی خیلی ممنونم و خیلی متشکرم از اینکه از من دعوت کردید. خیلی خوشحال شدیم. سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان بخش دیگری از برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران رسیدیم. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق هوشنگ نورایی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل بلوچستان و همچنین فعال سیاسی با سابقه بلوچ که امیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. یک بار دیگه و در پایان برنامه پیشاپیش سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. یادمون باشه که این اولین سال نو بعد از خیزش ژیناست. در این مدت ما عزیزان بسیاری رو از دست دادیم. عزیزان بسیاری هنوز هم در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن و تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار دارن. یادمون نره که خانواده‌های این عزیزان رو تنها نگذاریم و همدردشون باشیم. یادمون باشه که
عکس جانباختگان انقلاب ژینا رو بر در و دیوار شهر و روستاهامون نصب کنیم و در این روز پیمان ببندیم که تا رسیدن به اهداف والایشان از پای نخواهیم نشست. امیدوارم که بهار امسال بهار آزادی باشه برای مردم ایران و کردستان. بهاران خجسته باد. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی برای ژن، ژیان، آزادی. جانم فدای خاک ایران، از زاهدان تا تهران پیوسته ایران. بیا به ما ملحق شو با رمز ژینا، که خستگی نداره این نسل بیدار. از خون جوانان ما لاله دمیده، تو کل کوچه های شهر خون شهیده. فریاد آزادی زدن جوابش تیره، الان به پا خیز که فردا خیلی دیره. همه با یک صدا برای آزادی، دست تو دست هم برای آبادی. با مش فریاد بزن برای حق زن، ظلم فساد ستم حق تو فریاد بزن. نمون زیر ستم، همراه شو هموطن. ما باید بسازیم این سرنوشت و با هم، که مش نمیدهد بهار از خانه ها درآیید. تو پاییز و زمستون برای راه آزادی. این نامه را برایت از خاک کوچه های سر، با خون سرخ خود نوشتم تا رویت خنده ها ز لب. چون روز دیگر آید روحم جان سبزه هاست، خورشید جاودان آزادی نور آسمان ماست. سوگند به خون همراهانم، سوگند به عشق مادران، هرگز به تیغشان نمیرد فریاد جاودان ما. ما سیل خون آبان با بی‌عدالتی عجیب، تنها گناهمان خروش خشمی بود در جواب کین. جسم و جان بی پناهم آماج تیر ظالمان، مغرور و سربلندم و میمالم بر انقلابمان. سوگند پاشو بیا بیرون سرتو بالا کن، پاشو اسم مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. پاشو بیا بیرون شهرتو پس بگیر، اختیار فرداتو دست بگیر. پاشو بیا بیرون دیروزو ول کن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. بزا بری که ما توی موهاست، بزا برزه کوش